شرکت‌های سیاحی تاجیکستان میگویند بیش از 80% جهانگردانی که خواهش سفر به کشور را دارند درباره امکان زیارت از کشورهای منطقه سوال می‌کنند. برای هر کشور روادید علاهیده ضرور است و از همین سبب خارجیان از آمدن به کشورهای آسیای مرکزی خودداری می‌کنند و یا تنها یک دولت را انتخاب می‌کنند. از قزاقستان سال گذشته نزدیک 8 میلیون سیاح دیدن کرده است. ازبکستان 5 میلیون جهانگرد را میزبانی کرد. این رقم 5 برابر بیشتر از شماره سیاحانی است که سال 2018 به تاجیکستان آمدند. حتی اگر 10% سیاحان چند روزشان را در تاجیکستان گذرانند، برای کشور 10 میلیون دلار فایده می آورد. منطقاً سیلک رود ویزا یا روادید یگانه راهی ابریشم به منفعت تاجیکستان می شود. شماره جهانگردان خارجی نه تنها از حساب کشورهای همسایه افزایش می‌یابد، بلکه در عموم وجود روادید یگانه برای کشورهای آسیای مرکزی برای جلب توجه سیاحان مساعدت می‌کند. از جمله شرکت‌های توریستی امکان خواهند داشت بسته‌های خود را توسعه بدهند و سیاحتی تکمیل شده پیشنهاد نمایند. تحقیقات نشان دادند که سیاحان فعلا سفرهایی را انتخاب می‌کنند که کوتاه باشد اما همزمان چند کشور را در بر بگیرد. در چنین شرایط تبلیغ شرکت‌های سیاحی در همه کشورها سبکتر می‌شود. از طرف دیگر برای جهانگردان نیز آسانی می‌آورد، زیرا شرکت‌ها با همدیگر همکاری خواهند داشت. این بازار عمومی است. از نگاه مقاماتی تاجیک، سیلک رود ویزا باعث رشد توریسم می شود و در نوبت خود برای حل مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی در منطقه کمک می کند. همه منطقه و همه سازمان‌هایی که سیاست سیاحی را پیش میبرند و اینچنین آنهایی که به توریستان خدمت میکنند می توانند دورنمای رشد را در 5-10 سال آینده پیش بینی کنند و در این زمینه بنیاد اینفراساختار نو و افزایش درآمد را به نقشه بگیرند. این پیش از همه تأسیس جایهای نوی کاری و رشد مجموعی محصولات داخلی در هر یک کشور است. از طرف دیگر به گفته مقامات این زمان تاجیکستان به قبول بیش از 2 میلیون سیاح در یک سال آماده نیست. پیشنهادها درباره استفاده سیلک رود ویزا و یا روادید یگانه راهی ابریشم سالها صدا می‌دهد، اما برای راه اندازی آن تنها اراده سیاسی کافی نیست. باید سازشنامه‌های بین حکومتی دو جانبه و بسیار جانبه بینابر گرفته شود و سیستم یگانه دادن روادید و نظارت سیاحان به نظر گرفته شود.